با عرض سلام، با درس دوم آموزش برق در خدمت شما هستم. امیدوارم که از درس اول نهایت استفاده رو کرده باشید. درس اول در مورد کلید تک پل بود. امروز میخوایم کلید دو پل رو آموزش بدید. من از یک کلید تو کار دو پل استفاده کردم، چون که دوستان اکثرا میخوان توی خونه یا توی ساختمون، به هر حال ساختمان‌های نوساز استفاده کنن. من ترجیح دادم تا از این کلید و قوطی استفاده کنم تا طرز نصب کلید دو پل در قوطی هم شما عزیزان یاد بگیرید. آموزش ها رو دنبال کنید، ما رو حمایت کنید و برای ما کامنت بذارید و آموزش هایی رو که مورد نظرتون هست از ما درخواست کنید تا ما بتونیم اونها رو برای شما به صورت تصویری آموزش بدید. خب این یک کلید دو پل هست، مثل همون کلید تک پل، ولی دارای دو کنتاکت، یعنی برای روشن کردن دو تا مصرف کننده استفاده میشه. به این طریق کلید رو ما باز میکنیم، کاورهای روش رو بر میداریم با یک عدد فازنه به راحتی. باز هم یک بار دیگه میگم که کلیدها میتونه متفاوت باشه و طریقه باز و بسته کردن اونها هم میتونه متفاوت باشه، ولی اکثرا به همین شکل هست. کاورها رو ما کنار میذارید. شکل ظاهر کلید دو پل به این شکل هست که دارای 3 تا کنتاکت هست، یعنی یک فاز ورودی و 2 تا فاز خروج که ما بتونیم 2 تا مصرف کننده رو روشن کنیم یا توی دو محل. ببینید این خروجی ها هست و این هم ورودی ما هست، ورودی فاز. این کلید خودش راهنمایی کرده، اینجا یک فلش داره، یعنی این کنتاکت پایین برای ورود هست و 2 تا فلش رو به بیرون برای کنتاکت های خروجی هست، یعنی به طرف مصرف کننده میره. این خیلی مهم هست که شما حتما فاز ورودی رو به محل مربوطه خودش بزنید، چون که با کلید تک پل فرق میکنه. کلید تک پل به هر قسمتش که میذارید، بالا یا پایین، هیچ فرقی نمیکنه فاز ورودی، ولی توی کلید دو پل خیلی تفاوت میکنه. اگه به پلاتینای داخلش هم در بعضی کلیدا فاز اصلی، یعنی فاز وقتی وارد کلید میشه محلش به این شکل مشخصه که خود کلید، خود این پیچ، خود ترمینال رنگش متفاوته، معمولا به صورت رنگ مسی رنگ باید باشه. یا این اگه باز متوجه نشدید، داخل کلید رو نگاه کنید، یک پلاتین اینجا هست که به دو قسمت اون پلاتینه به دو قسمت تقسیم شده، یعنی یک قسمت میره این سمت، یک قسمت میره این سمت، به این شکل. خب ما یک سیمو، چون که میخوایم اینو باز توی قوطی بزنیم، از قوطی استفاده میکنیم. این سیمو لخ میکنیم، برای فاز اصلیمون استفاده میکنیم. اجازه بدید من از یک سیم با رنگ دیگه استفاده میکنم. من از این سیم زرد رنگ برای فاز ورودیمون استفاده میکنم. خیلی مهمه که رنگ بندی سیماتون دقت کنید که زمانی که کسی بخواد بیاد برای تعمیر حتما مواظب باشه. معمولا برای فاز ورودی از سیم قرمز، قهوه‌ای، قرمز، مشکی، زرد، اینا استفاده میشه برای سیم فاز. ما این سیم رو به محل اتصال خودش میزنیم. این شد برای فاز ورودمون.
حالا ما دو تا فاز، یعنی منظور نه دو فاز، منظور این که دو تا برگشت از کلید باید بگیریم که به طرف مصرف کنندمون بره. این دوتا که کنار هم قرار داره به طرف مصرف کننده میره، یعنی برگشت از کلیدمون میشه. به این شکل قرار میدیم و اونو محکم میکنیم. خب حالا سیم بعدی، من به خاطر اینکه خیلی زمان از دست دادیم اینو از قبل من آماده کردم. به لامپ اتصال دادم این طرف سیممو که اینجاست، واردش میکنم توی کلید و به محل اتصال دوم، یعنی برگشت کلید، اتصال میدم. اونا رو محکم میکنم. در برق، چه برق ساختمان چه برق صنعتی، همیشه باید اتصالاتون محکم باشه، چون باعث میشه که جریان کشیده بشه و اون قسمت اون محل داغ کنه یا اینکه اتصالاتون به درستی انجام نشه. خب یک بار دیگه توضیح میدم. فاز ورودی به این قسمت میاد، خیلی مهمه که حتما در محل مناسب خودش نصب کرده باشید و دو تا برگشت از کلید به طرف مصرف کنندمون میره. اینو من صفر میکنم توی قوطی که طریقه صفر کردنش هم یاد بگیرید. به این شکل به وسیله دوتا پیچ که کنار قرار داره دو گیره هست، این پیچ و این پیچ. الان کلید ما محکم هست، قاب روش رو قرار میدیم. به این شکل و این هم بعدی. حتما باید به سمت اینو من توضیح بدم. معمولا توی اکثر کلیدها فاز ورودی، یعنی این محل اتصال فازمون به طرف پایین که باشه، کلید به سمت پایین روشن میشه، یعنی به این شکل روشن میشه و به این شکل هم خاموش میشه. این خیلی مهمه که این مسئله رو رعایت کنید، کلید حتما به سمت پایین باید روشن میشه. خب حالا این کلیدمون که از قبل فازش رو اتصال دادیم، این لامپمون رو، حالا میمونه این لامپ که اینم به این شکل اتصال میدیم. این فاز ورودیمونم لخ میکنیم سیم ورودی رو. به ترمینالی که از قبل آماده کردیم میزنیم. توی کار با برق خیلی دقت کنید. من الان این ترمینال فعلا برقدار نیست. خب
کار ما با فاز تموم شده. یه بار دیگه چک میکنیم. فاز ورودیمون به وسیله این سیم زرد وارد کلید میشه و 2 تا خروجی که این 2 تا سیم قهوه‌ای باشه ما ازش گرفتیم برای این لامپ و این لامپ. حالا میمونه سیم نول ما. یک سیم آبی برای این کار در نظر ما گرفتیم. این سیم ورود ما هست. اجازه بدید من این رو لخ کنم. سیم ورود، برق ورودی. عرض کردم خدمتتون فعلا ما این برقدار نیست، این فازمون هست و این نولمون به صورت به طرف مصرف کننده میره. ما این 2 تا نول برای این 2 تا لامپ مشترک میگیریم، یعنی وقتی که ورود میاد اونا رو به هم اتصال میدیم و هم میپیچونیم خیلی محکم و زیر ترمینالمون قرار میدیم. به این شکل. خب دقت کنید که فاز ورودی به معذرت میخوام نول ورودی ما از قسمت ترمینال برقمون اومده وارد مصرف کننده اولیمون شده و از همون مصرف کننده ما گرفتیم و به لامپ دوممون دادیم. خب این از این آماده. 2 تا لامپ قرمز و آبی هم استفاده کردیم که پرسپولیس و استقلال دعواشون نشه، طرفدارای پرسپولیس و استقلال دعوا نکنید خواهشاً. اینجا ما چک میکنیم که لامپمون حتما ورودمون، اینجا چک میکنیم که فاز ورودی حتما به سمت کلید رفته باشه. بله همونجور که میبینید کنتاکت اول رو که فشار میدیم لامپ اول و کنتاکت دوم لامپ دوم رو روشن میکنه. این خاموش و این هم روشن. این شد آموزش کلید 2 پل. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ما رو دنبال کنید، حمایت کنید، به دوستان خودتون معرفی کنید کانال ما رو، کامنت برای ما بذارید تا ما بتونیم آموزش هایی رو که مورد درخواست شما هست برای شما ارائه بدیم. ممنونم. خداحافظ شما.